چیکار کنیم؟ چه دیگه داره چجوریه؟ فیلم نداری خود می‌کنی بعد خاطی استوب می‌زنی. با منی؟ نه میگم که بچه رو می‌خواد چیکار کنیم؟ با تو چطوری می‌ری دیگه خودت؟ چجوری داریم؟ پسرم حتی. این چیزایی که ما در شهر درست که دیدیم همینه بود. نه اینجوری نیده بود. این چیه دکتر؟ دکتر این چیه؟ این الان 10 تا از اینا که چیزه؟ اینو کی میتونیم بیاریم؟ این نظر علمی چیه دکتر؟ آره از این ساعت دکتر نظر علمی به این چی میگن؟ بابا آنانسفاله. این آنانسفاله؟ اینجوری هستی خب چرا اینجوری جواب میدی؟ خب ندیدیم دیدیم. هی ما میگیم آرومتر صحبت کن هی دکتر شو گرفتار شدیم از دست ما مریض مادر من چک میکنیم نه به نوزاد آنانسفال. تازینه تو دانشگاه مامایی که ما که ندیدیم هی میگیم ما چند ساله ما اولین مورد 2 ساله هر چی تشکیل شده مثل نیمه برای چیزش مخش داره مثل نیمه تشکیل شده یعنی بطن 4 شما میتونید ببینید بطن 4 میتونید ببینید خب تشکیل نشده جمجمه که فشار اومده رو چیز دیگه رو پایین یعنی اینقدر مغزم جا نداشت یه ذره بمونه فشار آورده به چشم در ارتباط از قلب آره خب به این سرعت که نمیره چون مراکز حیاتی چی؟ ساقه مغز که داره مخ نداره